مردم فرهنگی و سازنده و بنیادکاری شهر اسفره جشن بزرگ 31مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را که بر حق مقدسترین و عزیزترین نعمت، رمز سعادت و اصالت ملت، شرف و ناموس وطنداری و نشانه پایداری و بقای دولت می باشد، با ارمغانهای شایسته استقبال و شکوه خاصه تجلیل نمودند. چون همیشگی اسفرگیان به ایدگاه اساسی گلباغ به نام سیفالدین اسفرنگی مرکزی شهر تشریف آورده از نمایش طعام و خورش‌های ملی، هنرهای خلقی، محصول دست پزندگان و قنادان شهر، برنامه زیبا و جالب وصف کننده صلح و ثبات، وحدت و یکدیگر فهمی و استقلالیت ملی و دولتی با اشتراک صنعتکاران دیار لذت بردند. در روند جمع آمدی با تنتنه ایدانه ارزشمندی و اهمیت بزرگ و تقدیرساز سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی، سهم و نقش صلح آوری، مقام و منزلت وحدت آفری و خدمت‌های بی‌بهای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان و دستاوردهای زمان صاحب وحدتی کشور صاحب استقلال ما ضمن مبارکبادی‌های ایدانه رئیس شهر اسفره و نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت واضح و روشن بیان گردیدند. طور ذکر گردید محض عزم و جهد و تلاش و روح توانای پیشوای اصیل خلق و ملت، سرمعمار و منادی صلح و وحدت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان و اراده مردمی صاحب تمدن تاجیک بود که سازشنامه صلح سنگرها را شکست، کینه‌ها را دور کرد، زخم‌ها را شفا بخشید، مردم تاجیک را به گرد دسترخوان وحدت جمع آورد. در جریان جمع آمد ایدانه همچنین یک قطار پیشقدمان ساحه‌های مختلف اقتصادیات و اجتماعیات با افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره سرفراز گردانیده شدند. قسمت فرهنگی تنتنه‌های عمومی شهری ساکنان اسفره به افتخار جشن بزرگ تاریخی 31مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اشتراک مهمانان زیاد و ساکنان شهر با شکوه و شهامت خاصه صورت گرفت. نمایش جالب تئاتری کنانیده شده، برنامه مکمل و پرمحتوای فرهنگی آماده نموده اهل صنعت اسفره افاده‌گری آن بودند که استقلالیت برای ما یک واژه یا کلمه عادی نیست، بلکه نامه تقدیر ما، شرط پیشرفت کشورمان به سوی آینده آباد و آسوده و مهمتر از همه کفیل سرجمعی و خوشبختی امروز و آینده خلقمان است. همین ذیل تنتنه‌های عمومی شهری ساکنان اسفره با شکوه و خاطرمان برگزار گردید و بر حق افاده‌گری احساس بلند ملی، خودشناسی و خودآگاهی، وطنداری و وطن پرستی و سرجمعی اهل جامعه بود.